موضوع سری شغلی بود که مثال در زمان ما گویم سورمن میر استاد همین یک شغلی هست که در تاجیکستان بود پیش وقت، حاضر خطا نکنم کم است اما گویم قانون برآمده است، من است ولوچیک میگفتن استاد، عوض اسعار و دلار استاد با روبل عوض میکردن، این هم استاد ربا داخل میشود یا نه؟ یا اینکه با یورو عوض میکردن یا اینکه روبل رو با سامانی عوض میکنن، این هم به ربا داخل میشود یا نه؟ بود اینا صیرفه میگن به زبان عربی، عوض کردن پول. این چیز تا حاضر هم هست و این باقی میماند. و آیا دلار و سامان مثلا عوض کردیم، آیا در این ربا جاری می شود یا نه؟ اختلاف است. بعضی علما میگن که جنسش دیگر شد، مثلا 1 کیلوگرم جو را یا 2 کیلوگرم جو را با 1 کیلوگرم گندم عوض کردن ممکن است، به شرطی که در یک مجلس باشد و دست به دست باشد، نسیه نباشد. برای چی؟ برای اینکه جنسش تغییر یافت. این هم گفتن که دلار که سامان جنسش تغییر می‌یابد، بنابراین اجازت است مثلا 100 دلار چند سامان، 1000 سامان میشه، شاید فرق کرد، باید 100 دلار 100 سامان شد مثلا اصلا. لیکن بعضی علما گفتن که اصل این پول ها دلار طلا هست، مثلا قربش آیا اصلی دلار انیق که طلا هست و اصلی سامان چی هست؟ نقره هست، طلا هست یا آلومین هست. خلاصه هر یک پول اصلی خودش را دارد، بنابراین ما به اصلش برمیگردیم. خلاصه آیا ربا جاری می شود جاری نمی شود مسئله های وسیع و اختلاف علما هست. بارکالله فیک استاد. احتیاط بهتر است. بله استاد، بله، از وقتی که موضوع اختلافی نسیه نیست با ولوچیک زنگ زده با فلان مقدار به من پول خریدمان، پول نداده، نادرست است. هوایکی باید پول به نقد میتید، مثلا به دست میگیرید، ها با دست راست داده با این دست میگیرید، یعنی در جاش باید جا به جا شود. این است، یعنی حکمت های شریعت زیاد است در این چیزها. مسئله وقتی که صیرفه را گفتیم، یعنی پول عوض کنی را، مثلا بودن بعضی آدم هایی که پول عوض میکردن آمده تعلیمات میگرفتن. هر یک آدمی که در کدام ساحه کار میکند باید احکامی همون مسئله ها را آموزد. مثلا کسی ولوچیک است، احکامی ولوچیکی را آموزد از نگاه شریعت، اگر مسلمان باشد. مقصد اگر یک شخصی که حلال و پاک زندگی کردن خواهد، احکامی صیرفه یعنی همین ولوچیکی را آموزد. یک کسی طلا میفروشد یا نقره میفروشد، این دو مال هم خطر ربا دارد. فروختن طلا و نقره بسیار خطر ربا دارد. بین ربا و بین فروختن طلا و نقره یک مانند تار مو است. کمتر خطا کرده ربا میشد. در ولوچیکی هم میخیل، در طلا و نقره هم همین احکامی که آیدی خرید و فروش طلا و نقره است، اگر شما طلا فروش باشید برای شما فرض است. یا آدمی که میوه خشک میفروشد، آید میوه خشک تعلیم علم گرفتنش، همین مسئله هایی که در سودا اجرا میشد، همین تعلیمات گرفتنش فرض است. هر یک آدم در ساحه خودش، یعنی که علمی همون ساحه را آموختنش فرض است. دیگر علم ها را آموختنش بعد فرض کفایه هست. اگر علم گیرد ثواب میگیرد، نگیرد گناهکار نمیشه. مثلا آیدی نماز، روزه، این فرض است. هر یک آدمی که نمازخوان است باید احکام طهارت داند، احکام زناشویی را دارد. هر یک آدمی که زن و فرزند دارد، مثلا زندگی دارد، اهل و عائله دارد، این چیزا فرض است. مثلا علم میراث را تعلیم گرفتن، یک آدم وفات کرد میراثش برای تقسیم کردن، بله این فرض عین نیست، این فرض کفایه. علم مصطلح الحدیث آموخته، این فرض عین نیست. لیکن کاری که میکنید در کدام سو، اگر دهقان باشید احکام دهقانی را باید از نگاه شریعت آموزید. کدام کارها در دهقانی حلال است، کدام کارها در دهقانی حرام است، تا اینکه دست به حرام نزنید. اگر یعنی که خواهید که رازگی الله تعالی را اجرا کنید و مهنت حلال به دست آوردن خواهید، احکام همون مسئله که دایر به حیاتتون است آموزید و فرض عین است.